سطح جنایت و جنایتکاری در حدود гарнизони суғд در بین خزمتچیانی حربی نسبت به سالهای قبل پایان رفته است. این معلومات در شورای ҳамоҳангсозии مقامات ҳифзи ҳуқуق و ساختارهای гарнизони суғд ابراز شد. در شورای ҳамоҳангсозии прокурори ҳарбӣ гарнизони суғд подполковник адлия бахтиёр шарифзода намояндагон аз хизмҳои ҳарбии ҳудуди гарнизони суғд ширкат доштанд. در ادامه جلسه شورا گفته شد که در نتیجه سنجش‌های منتظم پروکوری و تدبیرهای اندیشیده شده از جانب مسئولین در پیشگیری و پس کردن سطح جنایتکاری علل خصوص جنایت‌های ویران نمودن قاعده‌های آیین‌نامه‌های بین همدیگر خدمتچیانی حربی در حالت نبودن طبیعت خدمتی در بین آنها و از حد وکالت‌های منصبی بیرون رفته حالت‌های زورآوری و لطوکوب زیرتابیان از جانب خدمتچیانی حربی برای پیشگیری کردن آنها چاره‌های ضروری اندیشیده شده است. طبق طلبات آیین‌نامه خدمت داخلی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، حقوق خدمتچیان حربی و ترتیب تطبیق آنها را قانون‌های جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت خصوصیت‌های خدمت حربی معین می‌نماید. هیچ کس حقوق ندارد که وفق در کنستیتوسیون و قانون‌های جمهوری تاجیکستان کفالت داده شده خدمتچیان حربی را محدود نماید. صادرشوی جنایت در حدود гарнизони суғд کم گردیده باشد هم هنوز حالت‌های قانونشکنی‌ها در بین خدمتچیان حربی به نظر می‌رسد. در ادامه جلسه شورا گفته شد که در منطقه‌های نزدیک سرحدی سربازان برای ادای خدمت روانه کرده می‌شوند که باید حداقل یک سال خدمتشان سپری شده باشد. سرباز در این اطراف سرحدی یک سال خدمت می‌کند و یک سال دیگر ما انتخاب می‌کنیم. همین تحلیل ها نشان داد اطراف سرحدی چی اطراف سرحدی اسفر تحلیل ها نشان داد که سرباز بشینیم یک سال در یک جزیتون خدمت میکرد وقتی در یک سند یک محیط دیگر میاد خدمت دوام میکرد همین حالت ها تایید میشوند. در ادامه تکلیف و پیشنهادها از جانب مراد رجبزاده سردار ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد و کماندری دیویز 11 سواره وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد آید به پس شدن سطح قانونشکنی از جانب منصبداران یا خود افسران و سربازان تدبیرهای منفعت بخش پیشنهاد کرده شد. برای باز هم پس شدن سطح جنایتکاری از جانب منصبداران یا افسران و سربازان در قسم واحدهای حدود гарнизон درس‌ها از جانب کارمندان پروکوراتوری حربی гарнизони суғд تشکیل شده کارهای فهماندهی نیز گذرانیده می شود. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.